سلام، با من آماده شید بریم. هدف از این ویدیو 2 چیزه. اولیش اینه که دقیقا همه این محصولایی که دارم استفاده میکنم و بهتون نشون بدم، چون همشونو البته بجز اون ضد آفتاب اولی خودم فرموله کردم، خودم تولید کردم و هر روز که از خواب پا میشم و شروع میکنم به استفادهشون واسه حاضر شدن به داستانی که پشت تولید هر محصول هست فکر میکنم. اینکه برای هر کدومشون چقدر زمان گذاشتم تا بتونم با مواد اولیه طبیعی و گیاهی فرموله‌شون کنم، یا اینکه چقدر تست هر کدومشون طول کشید. مخصوصا بعد از مهاجرت سختی این مسیر چندین برابر شد و تازه مدیریت یه سیستمی که خودت بالا سرش نیستی هم بهش اضافه شد. ولی خب سختش میارزه دیگه. کل میزارایش هم شده محصولایی که خودم تولید میکنم. یه دلیل دومم داشت، اونم که بهم گفتن اگه میخوای جلب اعتماد کنی با خودت بیای جلو دوربین. حالا بگید ببینم جلب شد؟